سلام چه دارید؟ خوش اومدید به ویدیو چالش یاری با سیم منیجر فصل جدید آغاز شده. قبل که سر ویدیو اصلا سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید، کامنت کنید، زنگ روی آل بزنید، زنگ روی آل بزنید، زنگ روی آل بزنید. اینستاگرام، تلگرام مال ما در مکان فالوش کنید. تریت زنگ که شما دیسکریپشن سریع میشه ویدیو بیشتر بزنید. خب اینم از چالش یاری با سیم منیجر. سیم منیجر چالش یاری سیم منیجر. خب اکثرتون دیگه میدونید دیگه فصل یک تموم شد. خودتون هم دیدید که ما فصل یک رو تموم کردیم، با پنجم شدن فصل اولمون رو شروع کردیم. چجوری؟ خود بگو چطوری؟ وایسید دوستان، یه اتفاقاتی افتاد. بیری کجاست؟ یا اول فصل. خب فصل اول رو شروع کردیم با 3.5 ستاره، پنجم تموم کردیم و الان توی فصل دوم قراره بریم سراغ چی؟ سراغ فصل جدید. من داشتم اینجوری حساب کردم میگم کجاست. آره خلاصه بری فصل اول و پنجم تموم کردیم، به لیگ اروپا دست پیدا کردیم. سهم چمپیونز لیگ هم داشتیم میگرفتیم که دیگه تو اپیزود قبلی گفتم خیلی خوب شد که رسیدیم به لیگ اروپا که بتونیم بیشتر روش کنیم و قهرمانی اروپا هم بتونیم حتی بگیریم. خلاصه آره من بری رو بدم داسته. بری قراردادش با اون تموم شده. وینگ چپمون دیگه کسایی که بار اول دارید این ویدیو رو میبینید درسته متوجه نمیشید من چی میگم، ولی آرمین مثلا الان حفظ دیگه میدونه چه خبره، یا حسین مثلا شماها میدونید که از چه قضیه من دارم راجع به کی حرف میزنم. خب ما قرارداد رو تمدید کنیم با این داداشمون تا نرفته تو تیم دیگه. شوت هایی میزدن حقیقتا خب بی‌نظیره. و حالا اینو بگم بهتون که من الان تا اینجا وایسید. خب ما یه 4 ساله با این قرارداد ببندیم سریع. من قرارداد اینو بستم برگردم. خب من قرارداد با بری رو بستم، اومد به تیم اضافه شد و ما فصل قبلی کوبل رو اضافه کردیم به تیممون با آکه بازیکنامون بودن. حالا الان همه چی امن و امانه، همه بازیکنامون هستن و ما قراره بریم سراغ کوبل. الان ویرالش 83 بی‌نظیر، آکه 81 بی‌نظیر. الان ما مدافعینمون رو دارم حساب کتاب میکنم. اول ایشون رو بیاریم جای ایشون رو ببریم اینجا. بعد چی میشه؟ دفاعی داشتیم و داستان چی بود؟ میری بود. دیگه میری بیر. خلاصه زیاد کسی هم باشه دیگه رفته دیگه نه. خلاصه گلین هم که آقای گل شد. اصلا همش خفنی. کسی رو قرار نیست بفروشیم و کسی که اصلی هست. فروش نداریم ولی خرید داریم. داخل کامنت این اپیزود احتمال داره خرید داشته باشیم. خیلی اپیزود کوتاهیه، خیلی بگم بالای 10 دقیقه بشه، زیاد نیست، 20 دقیقه 30 دقیقه‌ای باشه. قراره یه گیم پلی بریم. بازی با کی؟ بازی با کریستال پلاس. یه گیم پلی میریم، بعد شاید خریدم داشتیم، ولی اصلی میمونه اپیزود 2 فصل جدید. یعنی در اصل میتونم بگم اپیزود 7. این اپیزود 6 اپیزود 7 میشه خریدامون که شما داخل کامنت ها حتما معرفی کنید. نه امباپه هالند، کسایی که خیلی خوب بهتر باشن، یعنی مثل گلین مهاجم که اون که دیدین آقای گل لیگ پرمیر لیگ شد فصل پیش، اونجوری باشه، رشد بتونیم بدیم تیمو. و قراره این فصل حسابی بهتری کنیم. قراره حسابی خریدای بی‌نظیر داشته باشیم، کارهای بی‌نظیر انجام بدیم. من فعلا ببینم کسی ترانسفر اوفر چیزی داده یا اول فصل شاید ترانسفر اوفر داریم. بریم یه چک کنیم. بازیکن اصلیمونه نمیفروشم واقعا، بازیکن خوبه. دست به خط حمله بعید بدونم بزنم و اینکه خیلی خرید خوبی داشته باشیم. بودجه‌مون هم بهتون نشون بدم میخواید پیشنهاد بدید. بودجه‌مون 115 میلیونه. 115 میلیون یورو. هدفمون رو یه مشاهده‌ای بکنیم. هدفمون اینه که توی درسته از گروهی لیگ اروپا بیایم بالا، ولی هدف خود من اینه که قهرمان شیم. این داره میگه برید تو 16 تای اول، تیم راضی میشه تو 16 تای اول لیگ اروپا بریم، ولی من نه، میخوام تا فینال برم، قهرمانی رو دست بیارم. پرمیر لیگ کنیم و فکر کنم بریم 4 تای اول. اوکی. اینم از این خلاصه برای عکس. سریع بریم یه گیم پلی داشته باشیم. بعد از گیم پلی ویدیو رو تموم می‌کنم. هر چقدر ویدیو کوتاه باشه میخوام خیلی این ویدیو کوتاه باشه، حوصله سربر نره. برای چون الان تصمیم گرفتم خرید نداشته باشم. یه گیم پلی بهتون نشون میدم که آشنا شید با کیت جدید. یه کیت جدید طراحی کردم برای فصل دوم و شما فقط آشنا شید که بودجه رو دیدید، یه گیم پلی هم دیدید، سطح تیمو دوباره دیدین
کیتم دیدین لذتتون بردید. یه ذره زمین چمن ورزشگاهم تغییر دادم و تو خونه کریستال پلاس هم از این بازی. شما دیگه نه اینجا مهمه. تو کامنت ها بس پیشو خودم خریدم، کوبل آکر رو بی‌نظیر بود. خط دفاعی مدافع بی‌نظیر داریم، دروازه‌بانی خفن برای دفاع آکر رو داریم. گلر هم پیشنهاد ندید ولی چیزو پیشنهاد دادیم، حالا هر میخواد فک بیشتر پیشنهاد دادی یا وینگر و اینا. و اینم بهتون بگم خوبی که داره بسیار کارمون راحته. فصل پیش بازی اول لیورپول و منسیتی و آرسنال اینا بودن، الان کریستال پالاس، وست هم و ساوثهمپتون و لیدز و بعد تازه به لیورپول و شفیلد یونایتد. یعنی همین اول کار بزرگا مثلا سیتی لیورپول به هم بخورن با امتیاز از دست بدن، همین الان اورتون لیدز بازی داشتن مساوی شده دیگه امتیاز دارن. اینا اشتباه کنن ما این بازی‌ها رو ببریم اختلاف بگیم با سیتی لیورپول میتونیم قهرمانی تو پرمیر لیگ بشیم، چون وقتی یه تیم فصل اولش پنجم بشه فصل دومش قهرمان میشه. بریم برای ادامه کار که قراره بهتر کنیم، قراره عشق کنید. بریم با شاشگری سمنجر بریم برای گیم پلی. آقا هوارم دوباره فکر کنم بارونی میذارم، بارونی فکر کنم میشه دیگه، آره دیگه بارونی میذاریم عشق کنیم. ما کریستال پالاس کرده چه خبره اینجا؟ سمنجر اومده بهتر کنه. آقا یه کیت براتون طراحی کردم، بمب. کیت اولمون رو الان بهتون نشون میدم. کیت اولمون اینه، این کیت اولمون سفید کامل. کیت دوممون شد اینجوری. من الان با کیت اول میرم. اپیزود قبلی رو دقیقاً ببینید، میتونید کیت قدیممون رو ببینید که فصل اول شیری طراحی شده. الان هوارم میذارم بارونی تو خونه کریستال پالاس، میخوام تفاضل بی‌نظیر، امتیاز بی‌نظیر. این فصل دیگه هم نیست ما بجنگیم برای اینکه 4 امتیاز بگیریم، قراره تفاضل داشته، قراره یه تیم قول فوتبال بشیم. شاید اپیزود یکم ببینید دقیقاً تو هدفهای باشگاه این بود که تبدیل شیم به قول فوتبال. اینو انتخاب کردیم تیممون. حالا الان هم دیگه قراره بریم سراغ ادامه کار. گلین هم شماره 11 احتمال داره شماره ها رو می‌رسید دستگیری کنیم، ولی الان فقط اپیزود 1 رو گرفتم که آشنا شید. دوباره یه یادآوری جدید از فصل دوم، بودجه رو ببینید، کیتو ببینید، بازم که آغاز شدیم، اولش بازیکن آغاز شده. یه آشنایی داشته باشید که برای پیشنهاداتتون حتما داخل کامنت رو ببینم و اپیزود بعدی خیلی مهمه دیگه، اون طولانی‌تر خواهد بود و با نظرات شما پیش خواهد رفت. بریم که اینجا کل یه پاس برای گلین یه ضربه و گل اول. یکیش دقیقه 4 بازی میشه، یکیش مثل سمنجر. این ویدیو رو کامل ضبط میکنم، حتی اگه 5 نمیدونم خیلی هم درصد بردمون بیاد بالا، جام تو ریزات بعید بدم بکنم، چون میخوام این گیم پلی کامل ببینید، لذت ببرید و میخوام تفاضلم برای مهمه. اینجوری نیست بگم اوکی 3 تا زدیم. گلین یه بازی توی اولین بازی، یه گل توی اولین بازی، آقای گل فصل پیش، این فصل هم داره خط نشون میکشه برای هالند و تمام رقباش. صلاح مثلا که فصل پیش صلاح با 25 گل دوم شد، گلین با 26 گل اول، بی‌نظیر بود. حالا خلاصه اینجا ریول اینجوری نیستش بگم 3 تا زدیم بردمون قطعیه، ما که خودمون راحت 3-2 هم بشه بریم، نه میخوام تفاضل قوی بسازم، چون دیگه برای قهرمانی داریم می‌جنگیم. همه اینا مهمه دیگه، تفاضل اینا هم خیلی مهمه. یه ارسال کلین شیت میخوام همه ارسا بتونیم بهتر کنیم. آقای کلین شیت، آقای گل، آقای پاس گل همه جا باشیم دیگه. قرار نیستش فقط یه جوری بازی کنیم سعی کنیم تو پرمیر لیگ بمونیم یه سهمیه بگیریم، نه دیگه قراره برای قهرمانی و اینجور داستانا بجنگیم. یه ضربه و ضربه‌ای که به کورنر به کریستال پالاس بدجور درسیده، چون کریستال پالاس من سیتی هم که نیستش دیگه. الان گرخیده که سمنجر اومده داره میتره کنه کریستال. اولین بازی اونم از کلی بچه‌ها روحیه میگیرن، میریم که با تیم سمنجر بهتر کنیم، بریم که بهتر که پرمیر لیگ افن فوق‌العاده بگیره. آکر کوبل و عشق کوبل چه کیتی داره کوبل. مال گلر رو من طراحی نکردم، ولی بریم کیت گلرمون رو ببینیم. مال گلر رو من طراحی نکردم ولی خود بازی طراحی کرده دیگه، چون مثلا فصل پیش فقط کیت بازیکن میتونیم طراحی کنیم دیگه، کیت گلر رو خودمون نمیتونیم طراحی کنیم. ولی اینجا دارید میبینید نسبت به فصل پیش که فقط یه سبز بود با مشکی، یه سبز تیره بود، خیلی بهتر شده زرد طلایی دیگه شده و خیلی خفن‌تر و بی‌نظیرتر و جذاب‌تر شده. خب بریم برای ادامه کار. بلین یه پاس بی‌نظیر، چه پاسکاری یا بازیکن سمنجر و کورنر دوباره، فکر کنم سومین کورنر هستش توی این بازی که هر سه تاش هم برای سمنجر بوده.
میزنه به ضربه بیرون میره. کریستال پالاس بازیکناش صاحب توپن، تحت فشار سنگین هستن. و تموم، نیمه اول تموم شد، 1-0 تیم سن میجر و قرار بریم برای ادامه کار نیمه دوم طوفانی. همه میدونید دیگه نیمه دوم سن میجر بسیار طوفانی تر نسبت به نیمه اول میره دیگه. نیمه اول بردیم، نیمه دوم ببینید چه اتفاقاتی قراره بیفته. بریم با نیمه دوم که آغاز شده. نیمه دوم بازی سن میجر کریستال پالاس. ازی چه یا ابوالفضل پنالتی شد دوستان. الان میگیم نگاه کن اینجا رو. گلر عشق، گلرمون توپو گرفت زد بیرون حاجی. زد بیرون ولی گلرم تشخیص داد. یعنی اگه تو چارچوب گوشه زده بود و گلرمون میگرفت چه سیو پنالتی بود. ولی خطر رفت شد دوستان و خطری نبود اصلا. بازی همون با آرامش برامون پیش رفت دیگه، با امنیت بازی شد. همون یکیش موند. یه پاس، یه موقعیت اونجا خودش میاد ضربه بزنه که بازیکن کریستال پالاس صاحب توپ میشن. اونجا ازی یه پاس بازیکن یا ابوالفضل آچه میرسه، بازی شد 1-1. اب نره دوستان. نگاه کن نتیجه رو بازی میکنیم 101 به سود سن میجر. بری یه پاس بی‌نظیر برای بری میکوبه 2-1 با سوپر گله بری از تیم کی سن میجر. نگاه کن میاد جلو دوربین، خوشحالیش انجام میده و بازی شد 2-1 به سن میجر. 3 امتیاز ما میخوایم با تفاضل 3 امتیاز رو میخوایم برای بازی اول و چه گلی با پای چپ از بری دیدیم و بازی شد 2-1 به سود تیم سن میجر. یه تعویض انجام دادیم. الان میخوام اختلاف 2 گله کنم با مثبت 2 تفاضل بیایم تو پرمیر لیگ. کل چه توپی گرفت اونجا. یه پاس بی‌نظیر برای بری یا ابوالفضل. بری رفته بازی رو کنن 3-1 پاس اونجا گرفت بازیکن کریستال پالاس. حالا ضربه سر اول بازیکن سن میجر آفساید اعلام میشه. توپو اوورد، یه پاس بی‌نظیر گلین میشوته و گرفت گلر کریستال پالاس. بازیکن‌های مختلف، یه پاس بری یا ابوالفضل. یه ارسال در سر بازیکن سن میجر. بری اونجا صاحب توپ شده میکوبه چه توپی رو گرفت. خوب گرفت حقیقتا. برو بریم ادامه کار. زدن زیر توپ بازیکن سن میجر و پایان نیمه اول و نیمه دوم پایان بازی نشه 2-1 به سن میجر. اولین بازی فصل، اولین برد سن میجر و تفاضل 1 بردیم تیم کریستال پالاس و گلین هم با نمره 81 عالی بود. فصل عالی رو آغاز کردیم. بازی متوسط خوبی بود، سخت نبود، آسون نبود، همه چی عالی پیش رفت. بازی رو بردیم 2-1 و منسیتی هم بازیشو برده و با هم امتیاز با منچستر سیتی و تاتنهام و ساوثهمپتون ما دومیم و ایزی پیزی لمن اسکویزی. اینم بود از این ویدیو. مرسی که همونجوری حتما یادتون نره و ایده بدید. من واسه اپیزود بدید، چارج کردید، ویدیو شورت ویدیو بدید و حتما ایده بدید برای خرید بازیکن گلر. نگید چون کوبدو داریم ماجنوک، نگید مگه اینکه نیمکت بخوایم بگید. گلین هم اوورال 81 داره، میتونید برای نیمکت بگید چون گلین واقعا میخوام پیشرفت کنه، عالی پیش بره. من اینکه دیگه 31-32 سالش بشه، فعلا فکر کنم مثلا 29 یا 30 سالش میشه. خلاص اینم واسه این ویدیو که ایده بدین حتما برای خرید بازیکن برای اپیزود بعدی به ایدهاتون از ویدیوتون استفاده می‌کنیم. مرسی این ویدیو تماشا کردید. حتما سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید، کامنت کنید، موزه زنگ دارم روی آل بزنید. اینستاگرام تلگرام بالا اومده، حتما فالوش کنید و توی هم دیگه شاخه دیسکریپشن هست. و مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو دیگه چیکار کن؟ مراقب خودت باش. تا سر